یه داستان پشم‌ریزون میخوام برات تعریف کنم. از مردی که زمان مرگش بیشتر از زمان زندگیش سکس داشته. ویکتور نور توی گورستان پرلاشز خاک میشه، ولی نه به اون شکلی که فکر میکنی. قبرش یه مجسمه است از یک مردی که به ضرب گلوله کشته شده. مجسمه‌اش نماد باروریه. چرا؟ این مجسمه وقتی بهش نگاه میکنی متوجه میشی خیلی به جزئیاتش دقت شده، یعنی همون جاهایی که فکر میکنی خیلی معلومه. خانم ها خیلی علاقه داشتن به ارتباط مثل این که با این مجسمه. ناحیه تناسلی و قسمت لبها توی این مجسمه کاملا براق شده، ساب رفته. خانمایی که به این مجسمه نزدیک می شدن می بوسیدنش، روی کلاهش گل می داشتن. در اثر ارتباطی که با ناحیه تناسلی داشتن رنگ این ناحیه رو کاملا محو کردن. اعتقاد داشتن که این مجسمه باعث میشه بارور بشن، یا اینکه اگه کسی این مجسمه رو ببوسه، بهش نزدیک بشه، بالاخره ازدواج میکنه، میتونه شوهر پیدا کنه. که سال 2004 یه نرده کشیدن دور آرامگاهش تا از لمس مجسمه توسط خانوما جلوگیری کنن. پس دلتو صابون نزن، نمیتونی بری اونجا شوهر پیدا کنی. میخوایم با هم دیگه در ادامه یه سری کلمه خیلی باحال و خوب ازش یاد بگیریم. اولین کلمه grave میشه قبر، gravestone میشه سنگ قبر و آرامگاه هم میتونه معنی بده. گفتیم توی قبرستان پرلاشز، قبرستان میشه cemetery. روزنامه نگار بود، journalist. به ضرب گلوله کشته شد، shot dead. مجسمه برنز بود، bronze statue. نماد باروریه، fertility symbol. مجسمه رو ببوسن، kiss the statue. ناحیه تناسلی، genital area. افزایش باروری، enhanced fertility. زندگی جنسی بهتر، great sex life. شوهر، husband. نرده، fence. اعتراض، protests. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی، تا